خلاصه کتاب عادتهای اتمی اثر جیمز کلیر. این کتاب درباره چیست؟ کتاب عادتهای اتمی نوشته شده در سال 2018 راهکاری عملی و ثابت شده برای ساخت عادتهای خوب و کنار گذاشتن عادتهای بد ارائه می‌دهد. این کتاب با استفاده از تحقیقات علمی و مثالهای واقعی نشان می‌دهد که چطور تغییرات رفتاری به شکلگیری عادتهای جدید منجر می‌شوند و این عادتهای جدید به شما در دستیابی به موفقیت کمک می‌کنند. چه کسانی باید این کتاب را بخوانند؟ افرادی که به دنبال ساخت عادتهای خوب و ترک عادتهای بد هستند. افرادی که به مطالعه رفتارهای مختلف انسان علاقه‌مندند. افراد موفق که به دنبال کسب موفقیت‌های بیشترند. چگونه عادت‌های کوچک زندگیتان را تغییر می‌دهند؟ دوست دارید چه تغییر مثبتی در زندگیتان ایجاد کنید؟ شاید دوست داشته باشید غذاهای سالم بخورید، بیشتر کتاب بخوانید، زبان جدیدی یاد بگیرید یا در ساز ویولن زبردست شوید. هر تغییری که باشد، انجام آن دشوارتر از آن است که تصور می‌کنید. صرفاً خواستن این تغییرات به معنای عملی شدن آنها نیست. پس وقتی می‌گویید می‌خواهم بیشتر کتاب بخوانم، بدان معنا نیست که ناگهان کتاب جنگ و صلح اثر تولستوی را به جای سریال مورد علاقه‌تان انتخاب کنید. اینجاست که پای عادت‌ها به وسط می‌آید. در این خلاصه ایده‌های کلیدی جیمز کلیر در کتاب عادات اتمی را بررسی می‌کنیم و با همراهی یکدیگر متوجه خواهیم شد که ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی نیازمند تغییر و تحول بزرگی نیستند. لازم نیست برای ایجاد تغییر بزرگ انقلابی در زندگیتان ایجاد کنید یا شخصیتتان را از اول بکوبید و بسازید. به جای این کار با ایجاد تغییرات کوچک در رفتار خود و نگه داشتن و تکرار آنها در طول زمان به عاداتی می رسید که نتایج بزرگی در بر خواهند داشت. عادات کوچک تأثیر شگفت‌آوری در زندگیتان خواهند داشت. عادت‌ها رفتارهایی هستند که به صورت خودکار از طریق تجربه آموخته ایم. ساخت عادت‌های جدید نیازمند نشانه‌های قوی و برنامه‌ای برای اقدام است. انگیزه افراد برای دریافت پاداش و جذاب کردن عادات بسیار اهمیت دارد. عادت‌های جدید برای ساخته شدن باید ساده باشند. تغییر مؤثر رفتار نیازمند رضایت بخش‌سازی آنی عادات است. چارچوبی برای نظم دادن به عادات خود ایجاد کنید. عادات کوچک تأثیر شگفت‌آوری در زندگیتان خواهند داشت. برای شروع، هواپیمایی را تصور کنید که در حال آماده‌سازی برای پرواز از لس آنجلس به نیویورک است. خلبان تمام اطلاعات صحیح و مختصات را وارد سیستم هواپیما می کند و به سمت مقصد پرواز می کند. حال فرض کنید پس از بلند شدن هواپیما، خلبان سهواً اطلاعات پرواز را تغییر می دهد و جهت حرکت هواپیما 3.5 درجه تغییر می کند. این عدد واقعاً ناچیز و کمتر از 1 متر است. وقتی که هواپیما تغییر جهت داده، نه مسافران و نه حتی خلبان متوجه آن نشده اند. در طول سفر، این تغییر کم کم قابل توجه می شود و در انتها مسافران و خود خلبان از اینکه به جای نیویورک به واشنگتن رسیده اند، مات و مبهوت مانده اند. حال چرا همچین مثالی زدیم؟ همانند خلبان، ما نیز متوجه تغییرات کوچک در زندگیمان نمی شویم. تغییرات کوچک تأثیرات آنی ناچیزی دارند و ما اصلاً متوجه آنها در لحظه نمی‌شویم. اگر احساس کنید اضافه وزن دارید، با یک بار پیاده روی 20 دقیقه‌ای لاغر نمی‌شوید و اگر امشب یک پیتزای خانواده بخورید، یک شبه چاق نخواهید شد. اما اگر این عادات را هر روز پیش بگیریم، متوجه می‌شویم که انتخاب‌های ما نتایج بزرگی به همراه دارند. اگر هر شب پیتزا بخورید، متوجه می‌شوید که پس از مدتی افزایش وزن چشمگیری داشته اید.
و اگر هر روز 20 دقیقه پیاده روی کنید، با گذشت زمان می‌فهمید که لاغرتر و آماده‌تر شده اید، در حالی که این تغییرات را حس نکرده اید. پس نتیجه می‌گیریم که عادات کوچک تغییرات شگفت‌انگیزی در زندگیتان ایجاد خواهند کرد و لزوماً این تغییرات هنگام رخ دادن قابل مشاهده نیستند و در آخر است که تأثیرات آنها را متوجه می‌شوید. البته می‌دانیم که ندیدن نتایج تلاش‌هایتان می‌تواند کمی دلسرد کننده باشد. اگر چنین حسی دارید و با حس نکردن تغییرات آنی و مثبت کمی ناامید و دلسرد شده اید، بسیار مهم است که بر مسیر فعلی به جای نتایج نهایی تمرکز کنید. فرض کنید مقداری پول در حساب پس‌انداز خود دارید و هر ماه اندکی به آن اضافه می کنید. بله، در حال حاضر شاید مبلغ بسیار زیادی به نظر نرسد، اما مطمئن باشید که در مسیر درستی قرار دارید. چند ماه یا چند سال آینده را به همین روال پیش بگیرید و در آخر افزایش بزرگی خواهید دید. هرگاه حس کردید نتیجه نهایی بسیار دور از دسترس به نظر می رسد، به یاد بیاورید که شما در مسیر درست قرار دارید و کارها را که آنطور که باید انجام می دهید. حال این قرار گرفتن در مسیر درست چگونه انجام می شود؟ با ایجاد عادتهای درست که در قسمت بعدی درباره آن صحبت می کنیم. عادتها رفتارهایی هستند که به صورت خودکار از طریق تجربه آموخته ایم. هنگامی که وارد یک اتاق تاریک می شوید، به حرکت بعدیتان فکر نمی کنید و بلافاصله به صورت غریزی چراغ اتاق را روشن می کنید. این پروسه فشار دادن کلید چراغ و روشن کردن لامپ یک عادت و رفتار است. رفتاری که پس از تکرار و تکرار شدنهای بیشمار به صورت خودکار اتفاق می افتد. چنین عاداتی از مسواک زدن گرفته تا رانندگی کردن بخش عظیمی از زندگی ما را تشکیل داده اند و به شدت قدرتمندند. حال این سوال پیش می آید: این عادات از کجا آمده اند و چگونه شکل گرفته اند؟ در قرن 19 روانشناسی آمریکایی به نام ادوارد لی ثورندایک سعی کرد پاسخی برای این سوال بیابد. او ابتدا چند گربه را داخل جعبه‌ای سیاه قرار داد و منتظر شد تا زمان فرار کردن آنها را از داخل آن جعبه اندازه بگیرد. همانطور که انتظار می‌رفت، تمام گربه‌ها به شدت به دنبال راهی برای فرار کردن بودند. آنها مدام دیواره‌های جعبه را چنگ می‌زدند و هر گوشه را بو می‌کشیدند تا راهی برای خارج شدن پیدا کنند. در نهایت گربه‌ها فهمیدند اهرمی وجود دارد که با فشار دادن آن می‌توانند از داخل جعبه فرار کنند. ثورندایک این آزمایش را دوباره و دوباره با گربه‌هایی که موفق شده بودند از جعبه فرار کنند تکرار کرد و هر بار گربه‌ها به جای چنگ زدن و بو کشیدن بلافاصله اهرم را فشار می‌دادند. پس از 20 الی 30 بار تکرار این آزمایش، میانگین زمان فرار گربه از جعبه به 6 ثانیه رسید. به عبارت دیگر، پروسه خارج شدن از جعبه برای گربه‌ها تبدیل به عادت شده بود. ثورندایک با این آزمایش متوجه شد که اگر یک کار یا فعالیت نتیجه‌ای مورد نظر و دلخواه برای ما به همراه داشته باشد، آن را به قدری تکرار می‌کنیم که به صورت خودکار تبدیل به عادت شود. در این آزمایش، آن نتیجه مورد نظر برای گربه‌ها آزاد شدن بود. ما دهه‌ها پس از آزمایش ثورندایک به یافته‌های بیشتری درباره عادات رسیده ایم. حال ما می‌دانیم که عادات از 4 عنصر مجزا تشکیل شده اند. ما دهه‌ها پس از آزمایش ثورندایک به یافته‌های بیشتری درباره عادات رسیده ایم. حال ما می‌دانیم که عادات از 4 عنصر مجزا تشکیل شده اند. اولین عنصر نشانه یا محرکی برای عمل است. وارد شدن به اتاق تاریک به ما این نشانه یا محرک را می‌دهد که باید کاری انجام داد تا از تاریکی خارج شده و بتوانیم اطرافمان را ببینیم. عنصر دوم میل به تغییر است. اینکه ما اصلاً می‌خوایم اتاق روشن بشه یا خیر. عنصر سوم
واکنش یا خود عمل است که به روشن کردن چراغ میرسد. آخرین عنصر در پروسه پاداش و هدف نهایی از هر عادت است که در بحث اتاق تاریک داشتن احساس راحتی و دیدن اطراف هدف نهایی عادت ماست. تمامی عادات از این 4 عنصر تشکیل شده اند. مثالی دیگر را در این زمینه بررسی کنیم. آیا شما هر روز قهوه می نوشید؟ بیدار شدن نشانه و محرک عادت است. اینکه شما دوست دارید در تمام طول روز هوشیار باشید، میل به انجام عادت است. خارج شدن از تخت خواب و درست کردن قهوه واکنش به عمل محسوب می شود و در نهایت پاداش و هدف نهایی شما هوشیاری و آماده بودن برای یک روز کاری است. خب، حالا که می‌دانید عادات چگونه کار می‌کنند، بیایید نگاهی به راه‌هایی برای ایجاد عادات خوب که می‌توانند زندگی شما را تغییر دهند بیاندازیم. ساخت عادت‌های جدید نیازمند نشانه‌های قوی و برنامه‌ای برای اقدام است. خب، حالا می‌دانیم که عادات چگونه شکل می‌گیرند. پس به سراغ راهکاری در ایجاد عادات می‌رویم تا بتوانیم نتایجی خوب، همیشگی و کارآمد به دست آوریم. فرض کنیم به شدت مشتاق یادگیری نواختن گیتار هستید. سازتان را خریده اید و نکات پایه را می‌دانید. اما تمرین کردن برایتان دشوار است. هر صبح به خود می‌گویید که بعداً تمرین می‌کنید و این بعداً هیچ وقت فرا نمی‌رسد و آخر سر متوجه می‌شوید که حتی دست هم به گیتارتان نزده اید. حال که رازهای ایجاد عادت را می‌دانید، می‌توانید از آن به نفع خود استفاده کنید. در این موضوع باید نشانه یا محرک برداشتن گیتار را به قدری واضح و غیر قابل چشم‌پوشی انتخاب کنید که نتوان آن را نادیده گرفت. به جای اینکه گیتارتان را در گوشه اتاق و دور از دید قرار دهید، آن را وسط اتاق رها کنید، جایی که همیشه مقابل چشمتان باشد. در این شرایط که محرک برداشتن گیتار بسیار واضح است، تمرین کردن برایتان آسان‌تر می شود. استفاده از نشانه‌ها قطعاً کمک بزرگی در ایجاد عادات می کند. اما راه دیگری که به شما بیش از پیش کمک می کند، تصمیمات اجرایی نام دارد. حال این تصمیمات اجرایی چه هستند؟ در بحث ایجاد عادت‌های خوب، اهداف ما معمولاً بسیار کلی هستند. برای مثال، فقط میگوییم که میخواهم سالمتر غذا بخورم، میخواهم نواختن گیتار را یاد بگیرم و با گفتن این جملات انتظار داریم که آنها را عملی کنیم. تصمیمات اجرایی به ما کمک می کند از کلی بودن قصد و هدفمان گذر کنیم و برای ما برنامه‌ای مشخص می کند که اقدامات لازم جهت رسیدن به هدف مو به مو در آن ذکر شده است. حال به مثال یادگیری نواختن گیتار برگردیم. به جای گفتن جمله این هفته تمرین می کنم، از جمله در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 11 گیتار را بر می دارم و برای 1 ساعت تمرین می کنم استفاده کنید. همچنین یادتان نرود گیتار را وسط اتاق قرار دهید. با خلق چنین تصمیمات اجرایی هم برنامه‌ای مشخص برای دنبال کردن دارید و هم متوجه می‌شوید که چقدر سریع‌تر و راحت‌تر می‌توانید یک فعالیت را تبدیل به عادت کنید. شاید در نگاه شما همه اینها ممکن به نظر برسد، اما سوال اصلی اینجاست: آیا این روش واقعاً جواب می‌دهد؟ آیا می‌توانم از محیط اطرافم برای ایجاد عادت‌های خوب استفاده کنم؟ آیا این روش همانقدر که در گفتار ممکن به نظر می رسد، در عمل هم همین گونه است؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ آنا سورندایک، دکتری در شهر بوستون، یکی از شهرهای ایالات ماساچوست، می رویم. محض اطلاعتان، آنا و ادوارد سورندایک ارتباطی با یکدیگر ندارند و صرفاً تشابه اسمی است. آنا سورندایک به مشکلی برخورده بود که بسیاری از متخصصهای سلامت و تغذیه درگیر آن بودند. او می‌خواست به بیمارانش کمک کند رژیم و برنامه غذایی خود را تغییر دهند.
اما در عین حال می‌دانست که سالم‌خوری کار آسانی نیست و مستلزم اراده و انضباط قوی است. خب، طبیعتاً همه افراد اراده و انضباط قوی ندارند. آنا ثورندایک و همکارانش آزمایشی را طراحی کردند به عنوان بخشی از آزمایش. او تغییراتی در کافتریای بیمارستان ایجاد کرد و نوشابه‌های کنار صندوق را با بطری‌های آب معدنی جایگزین کرد و همچنین سبدهایی از بطری آب معدنی در سرتاسر کافتریا قرار داد. فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاد؟ پس از 3 ماه میزان فروش نوشابه 11% افت و آب معدنی 25% افزایش پیدا کرد. دکتر ثورندایک به سادگی با ایجاد نشانه و محرک‌های واضح و قابل دید مردم را به نوشیدن بیشتر آب متقاعد کرد. به عبارت دیگر، او و همکارانش توانستند بدون اجبار کردن افراد به گرفتن تصمیم‌های دشوار، عادات خوب را بین آنها جا بیاندازند. این آزمایش یک مثال واضح دیگر در رابطه با استفاده از محیط اطراف برای ایجاد عادات خوب به شمار می رود. انگیزه افراد برای دریافت پاداش و جذاب کردن عادات بسیار اهمیت دارد. اکنون به نیمه راه خود در موضوع عادتهای اتمی رسیده ایم. تا اینجای کار فهمیدیم که عادتها چقدر قدرتمند هستند، چگونه ساخته می شوند و چگونه می توانیم از نشانه‌های عادت یا محرک‌ها به نفع خود استفاده کنیم. حالا وقت آن است که به سراغ پاداش و نتایج عادات برویم. در سال 1954 عصب‌شناسانی به نام‌های جیمز اولدز و پیتر میلنر آزمایشی در موضوع عصب‌شناسی انجام دادند که نتایج بسیار جالبی به همراه داشت. آنها با استفاده از الکترود فرارسان عصبی دوپامین را در موش‌ها مسدود کردند و متوجه شدند موش‌ها انگیزه خود به زندگی کردن را از دست دادند. آنها بدون دوپامین تمایلی به خوردن، نوشیدن یا تولید مثل نداشتند و همه‌شان در نهایت بعد از چند روز از تشنگی تلف شدند. این داستان نه چندان خوشایند موش‌ها یک پیام مهم داره. دوپامین یک محرک حیاتیه. هر وقت ما کارهایی انجام می‌دهیم که برایمان سود دارند یا لازمه حیاتمان هستند، دوپامین ترشح می‌شود و حس خوبی می‌گیریم، مانند خوردن، نوشیدن و رابطه جنسی. این حس رضایت و لذت ما را تشویق می‌کند تا باز هم این کارها را انجام دهیم. تا به اینجا همه چیز واضح است، اما ارتباط آن به عادت سازی چیست؟ خب، حقیقت این است که برای ترشح دوپامین لازم نیست حتما کارهای لذت بخشی انجام دهیم. تصور انجام آن کار به تنهایی برای ترشح این هورمون کافی است. در سیستم پاداشدهی مغز، خواستن یک چیز همان حسی را می‌دهد که داشتن آن چیز دارد. پس می‌توانیم از این موضوع به نفع خود استفاده کنیم. وقتی عادت جدید خود را درست می‌کنیم، آن را به چیزی تبدیل می‌کنیم که مشتاقانه منتظر آن هستیم. به احتمال زیاد آن را دنبال کرده و واقعاً انجام خواهیم داد. در این قسمت مفهوم وسوسه را به شما معرفی می‌کنم. در مفهوم وسوسه شما رفتاری مهم اما غیر جذاب را به رفتاری جذاب متصل می‌کنید و این گونه می‌توانید از دوپامین آن رفتار جذاب در ایجاد عادت جدید استفاده کنید. داستان رونن بیرن، دانشجوی مهندسی اهل ایرلند را در این باره بشنویم. رونن می‌دانست باید بیشتر ورزش کند، اما در عین حال لذتی از آن نمی‌برد. البته او عاشق سریال دیدن بود و تصمیم گرفت از این موضوع به نفع خود استفاده کند. رونن یک دوچرخه ثابت تهیه و آن را به لپتاپ خود وصل کرد. او کدهایی نوشت که به او اجازه میداد تنها در صورتی بتواند از پخش کننده ویدیو لپتاپ خود استفاده کند که سرعت رکاب زدنش با دوچرخه به حد خاصی رسیده باشد
با انجام این کار، او ورزش کردن که کاری ملال‌آور برایش محسوب می‌شد را به فعالیتی لذت بخش برای خود تبدیل کرد. حال لازم نیست شما کاری که رونان انجام داد را تکرار کنید. راه‌های ساده‌تری هم برای پیاده روی کردن روشی مشابه وجود دارد. برای مثال، اگر به خواندن مجله علاقه دارید، این کار را فقط هنگامی که در باشگاه هستید انجام دهید. یا اگر به سریال دیدن علاقه دارید، اما فروشنده هستید و ابتدا باید محصولات خود را بفروشید، برای خود مشخص کنید هر 5 فروش موفق یک بار اجازه دیدن یک قسمت سریال را دارید. پس فهمیدیم که یافتن راه‌هایی برای جذاب کردن کارهای خسته کننده اما مهم، مقدار خاصی از دوپامین را آزاد می‌کند که باعث ایجاد عادات مثبت و حس خوب می‌شود. عادت‌های جدید برای ساخته شدن باید ساده باشند. جذاب کردن عادت‌ها راهی برای ماندگار کردن آنهاست، اما راه دیگری نیز برای ماندگار کردن یک عادت وجود دارد و آن هم ساده و راحت بودنش است. رفتارهای ساده قسمت عظیمی از زندگی ما را تشکیل می‌دهند. ما در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخیم و دراز می‌کشیم چون انجام دادن آنها ساده است و از طرف دیگر کارهای دیگری برایمان مثل ورزش کردن یا مطالعه درباره مسائل فیزیک بسیار دشوار است. به همین خاطر است که اغلب اوقات فراغتمان ورزش کردن یا یادگیری را دوست نداریم و انجام نمی‌دهیم. با ساده کردن رفتارهای مورد نظرمان، آنها را به سادگی می توانیم به عادت تبدیل کنیم و راه‌های بسیاری هم برای انجام این کار وجود دارد. کاهش حساسیت. جیمز کلیر همیشه در فرستادن کارت تبریک مشکل دارد و از آن طرف همسرش همیشه از این کار لذت می‌برد و دلیل مشخصی هم پشت این مورد است. همسر جیمز یک جعبه از کارت تبریک در خانه دارد که بنابر مناسبت‌های مختلف دسته‌بندی شده اند. او دیگر مجبور نیست هر بار که یک نفر ازدواج می‌کند، خانه‌ای می‌خرد یا شغل جدیدی پیدا می‌کند، بیرون برود و یک کارت تبریک بخرد. به نوعی حساسیت انجام این کار را کاهش داده است. البته بحث حساسیت دو طرفه است. شما می توانید حساسیت خود را برای انجام یک کار به قدری زیاد کنید که باعث از بین رفتن یک عادت بد شوید و در سمتی دیگر می توانید آنقدر انجام یک کار را آسان بگیرید که انجامش برایتان تبدیل به یک عادت شود. پس اگر می خواهید زمان کمتری را صرف دیدن تلویزیون کنید، آن را از برق بکشید یا باتری های کنترل را درآورید. این عمل به اندازه‌ای حساسیت ایجاد می‌کند که فقط در مواقعی که واقعاً می‌خواهید تلویزیون ببینید. خب، این هم از مفهوم حساسیت. کار دیگری که می‌توان انجام داد تا در بلند مدت عادت‌ها ساده‌تر شوند، قانون 2 دقیقه است. با این قانون، هر فعالیتی قابل مدیریت می‌شود و بر این دلالت دارد که هر رفتار که در کمتر از 2 دقیقه انجام می شود می تواند تبدیل به عادت شود. پس برای مثال، اگر می خواهید بیشتر کتاب بخوانید، هدف را خواندن هفته‌ای یک کتاب قرار ندهید و به جای آن سعی کنید هر شب 2 صفحه کتاب بخوانید. قانون 2 دقیقه راهی برای ایجاد عادت‌هایی است که به راحتی قابل دستیابی هستند. دستاوردهای کوچکی که می توانند شما را به چیزهای بزرگتر هدایت کنند. هنگامی که کفش‌های دویدن خود را پوشیدید، احتمالاً برای دویدن به بیرون می روید. هنگامی که 2 صفحه را خواندید، احتمالاً ادامه خواهید داد. شروع ساده، اولین و مهمترین قدم برای انجام کاری است. قانون 2 دقیقه روشی برای ساخت عادات ساده است که در نهایت منتهی به نتایج عالی می شود. تغییر مؤثر رفتار نیازمند رضایت بخشسازی آنی عادات است. به پایان مسیر نزدیکتر شده ایم و قبل از اتمام بیایید درباره نقش نهایی عادات برای بهبود وضعیت زندگیمان صحبت کنیم. برای انجام این کار می خواهم داستانی تعریف کنم.
داستان یک محقق موفق سلامت عمومی به نام استیفن لوبی. در دهه 1990 میلادی، لوبی در محله‌ای از کراچی پاکستان مشغول بود و در کار خود نیز بسیار ماهر بود. او نرخ ابتلای کودکان محلی به اسهال را تا 52%، ذات‌الریه بزرگسالان را تا 48% و عفونت‌های پوستی را تا 35% کاهش داده بود. راز موفقیت او چه بود؟ صابون. بله، درست شنیدید. دستاوردهای عظیم سلامت عمومی لوبی نتیجه صابون بود. لوبی می‌دانست که شستشوی دست و بهداشت اولیه کلید کاهش بیماری‌ها بود. البته که مردم کراچی نیز این موضوع را می‌دانستند، اما انجامش برایشان عادت نشده بود. شرایط از وقتی تغییر کرد. لوبی با همکاری شرکت پروکتور اند گیمبل یک صابون مخصوص را به صورت رایگان بین مردم محله پخش کرد. یک شب شستشوی دست به کاری رضایت بخش تبدیل شد و همه عاشق رایحه خوش آن صابون شده بودند. داستان استیون لوبی آخرین و مهمترین قانون تغییر رفتار را میگوید. عادات باید رضایت بخش باشند. رضایت بخش ساختن رفتارهای انسان کار دشواری است و دلیلش این است که امروزه اغلب پاداش کارهایمان را بسیار دیر میگیریم. امروز به اداره می رویم و کار می کنیم، اما تا آخر ماه خبری از حقوق نیست. امروز به باشگاه می رویم، اما یک شبه تغییر را نمی بینیم. متاسفانه مغز ما این گونه برنامه ریزی شده تا به صورت آنی پاداش کارش را دریافت کند. اجداد ما هیچگاه به فکر اهداف بلند مدت مانند پس‌انداز یا رعایت رژیم غذایی نبودند و در عوض نگران وعده بعدی غذا، داشتن پناهگاه و در امان ماندن از حیوانات وحشی بودند. تمرکز بر پاداش‌های آنی می‌تواند عادات بدی ایجاد کند. استعمال دخانیات در بلند مدت، مثلا برای 20 سال، باعث ابتلای شما به سرطان ریه می شود، اما در لحظه استرس و ولع نیکوتین را رفع می کند. افرادی که سیگار می کشند، پاداش آنیش را به ضررهای بلند مدت ترجیح می دهند. تمام گفته‌های بالا بدین معناست که برای دنبال کردن عادت‌هایی که پاداش آنی ندارند، باید کمی رضایت فوری به آنها اضافه کنیم تا بتوانیم به دنبال کردن آنها ادامه دهیم. برای درک مفهوم بالا یک داستان رو بشنویم. نویسنده کتاب زوجی را می شناخت که قصد داشتند بیشتر غذای خانگی بخورند، سالمتر غذا بخورند و پس‌انداز کنند. اینها تماماً فعالیت‌هایی اند که پاداش آنی ندارند. آنها برای اضافه کردن رضایت فوری به کارشان حسابی به نام سفر اروپایی باز کردند و هر بار که به جای غذا خوردن در رستوران این کار را در خانه انجام می‌دادند، $50 به این حساب واریز می‌کردند. دیدن انباشته شدن این $50 بر روی هم در حساب سفر اروپایی حس رضایت فوری به آنها میداد که به آنها کمک می‌کرد عادات خود را برای رسیدن به هدف بلند مدتشان قوی‌تر از قبل دنبال کنند. چارچوبی برای نظم دادن به عادات خود ایجاد کنید. خب، تا اینجای کار یاد گرفتیم که چگونه عادات عالی بسازیم، اما صرف نظر از اینکه چقدر عادات خود را لذت بخش و رضایت بخش می کنیم، باز هم ممکن است در حفظ آنها شکست بخوریم. نگه داشتن عادات کار سختی است و در قسمت آخر راههایی را بررسی می کنیم که می توانیم با انجام آنها این عادات را حفظ کنیم. یک راه ساده، پیگیری عادات است. در سراسر تاریخ افرادی موفق بودند که عادات خود را پیگیری کرده اند. شناخته شده ترین آنها بنجامین فرانکلین است که از 20 سالگی همیشه دفترچه‌ای به همراه خود داشت که در آن عادت‌های 13 گانه خود را ثبت و دنبال می‌کرد. این عادت‌ها شامل انجام کارهای مفید، بحث بیهوده نکردن با دیگران و غیره بودند و او هر شب پیشرفت خود را در هر قسمت ثبت می‌کرد.
شما نیز می توانید روش بنجامین فرانکلین را با استفاده از یک دفترچه یا تقویم دنبال کنید و هر روز عادات و رفتارهای خود را در آن بنویسید. پس از مدتی متوجه می شوید که این روش بسیار هم مفید بوده و انجام این کار خودش برای شما به یک عادت رضایت بخش تبدیل شده است و به کمک آن همیشه پر از انگیزه هستید. راه دیگر ایجاد عادتی است که دنبال نکردن آن عواقب بدی خواهد داشت. یکی از افرادی که به صورت جدی این راه را دنبال می کند، برایان هریس، کارآفرینی از شهر نشویل از ایالت تنسی آمریکاست. او یک قرارداد نوشت که خودش، همسرش و مربی ورزشیش آن را امضا کردند. همچنین برنامه‌ای مشخص برای کاهش وزن و رسیدن به وزن 200 پوند 90 کیلوگرم داشت. در این قرارداد او برای خودش جریمه‌ای مشخص کرده بود. با هر بار پرخوری در هر روز باید $100 به مربی خود و هر بار نرسیدن به وزن مورد نظر در هفته $500 به همسرش میداد. این استراتژی به خوبی جواب داد و این موضوع نه فقط به خاطر ترس از دست دادن پول بلکه به خاطر ترس از دست دادن وجهه خود در مقابل همسر و مربیش هم بود. به هر حال انسان‌ها حیوانات اجتماعی هستند. ما به نظرات اطرافیانمان اهمیت می‌دهیم. صرفاً دانستن اینکه کسی شما را تماشا می‌کند می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای موفقیت باشد. پس چرا شما از این استراتژی استفاده نکنید؟ البته که لازم نیست این کار را به شدت سختگیری برایان هریس انجام دهید. به همسر خود، بهترین دوست یا یکی از همکارانتان تعهد بدهید. اگر بدانید که در صورت دنبال نکردن یک عادت جریمه‌ای انتظار شما را می‌کشد، قطعاً در دنبال کردن آن سخت کوشتر خواهید بود. پیام کلی کتاب عادت‌های اتمی. خب به پایان این خلاصه کتاب رسیدیم. این چیزی بود که یاد گرفتیم. تغییرات کوچک رفتاری به معنای تغییرات آنی و یک شبه در زندگی نیستند، اما آن رفتار را به عادتی روزانه تبدیل می کنند که در نهایت منجر به تغییرات بزرگ می شوند. ایجاد تغییر در زندگی لازم به انقلابی بزرگ و پیشرفت‌های عظیم نیست و برعکس درباره ساخت سیستمی از عادات مثبت است که وقتی با یکدیگر همراه می‌شوند، نتایج دلنشین و چشمگیری به همراه دارند.